سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكفى والصلاة والسلام على نبينا مصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظیم. با خواست و کمک پروردگار عظیم و شان که الحمدلله از امر معروف گذشته تا امروز خداوند این جان را در این بدن گذاشت، میخواهم درباره بهترین کتاب خداوندی که قرآن است و این قرآن که قانون الهی تا روز قیامت است و این قرآنی که همه قانونهای پیش را بیکار کرد و قانون ابدی الهی تا قیامت باقی ماند، درباره این قرآن صحبت داشته باشیم. انشاءالله که درباره این قرآن چند صحبتی پی در پی میکنم و اولین صحبتی که درباره این قرآن میکنم صفت این قرآن و هدایت این قرآن برای بندگانی الله و امتان محمد و یکی از کتابهای بهترینی که انسان به عمل کردن او راه خدا و پیامبر میابد صحبت میکنم. پروردگار عظیم و شان آفریدگار ما و شما بندگان جوانان عزیز میفرماید ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. ای مهاجرین تاجیک، ای جوانان تاجیک، ای امتان محمد صلی الله علیه و سلم، شما یقین بدانید که همین قرآنی که در بین شما هست این کتابی هست که برای درست، برای کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله، برای عدل، برای انصاف شما را دعوت میکند. شاید که انسانهایی باشند که هفته شده است که قرآن نکشادند و نخواندند و انسانی هست که ماه شد که قرآن نخوانده است و انسانهایی هست متاسفانه سالها شد که آیه های قرآن نخواند. چی طور هدایت بیاورد؟ لیکن خدا میگوید که این قرآن، این کتابی که من برای محمد و امتان او فرستادم هدایتگر و این قرآن برای شما یک عدالت، یک حاکم عادل هست. للتی هی اقوم. علامه قرطبی رحمت الله علیه در تفسیر خود می فرماید للتی هی اقوم اعدل و اصوب الى توحید الله سبحانه و تعالی. یعنی همین قرآن عادل ترین کتاب در روی زمین هست و درست ترین کتاب در روی زمین هست و یگانه کتابی هست که تو را به سوی یگانگی خداوند راه سپار میکنه. خدا در دوام همین آیه مبارکه می فرماید و یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات. ای بندگان خداوند، ای مهاجری که سالها برای رزق فرزندت کار میکنی، هنگامی که از کار آمدی با کتاب پروردگارت آشنا شو. هنگامی که تو از کار می آیی صفحه هر روز از کتابت بخوان، از این قرآنی که سراپا نور و هدایت است از او بخوان. خدا برای تو میگوید و یبشر المؤمنین، و همین قرآن
اون انسانهایی که به خدا ایمان دارند و عملی شایسته میکنند، عملی نیک انجام میدهند، تحت حکم پروردگار هست. اونها را بشارت میدهد ان لهم اجرا کبیرا، که برای اونها نهایت ثواب بزرگی هست در این خواندن قرآن، در این عمل کردن به قرآن پاک نهایت ثواب زیاده دارد. حضرت امام ترمذی رحمت الله علیه و حضرت امام دارمی رحمت الله علیه در کتاب سننشان می فرمایند اگرچه در سند این حدیث جهالت هم باشد، اما معنای این حدیث به قرآن موافق است. حضرت می فرماید عن علی رضی الله عنه قال، از حضرت علی رضی الله عنه روایت است که فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیامبر حبیب ما و شما امام مؤمنان و امام جوانان می فرماید الا انه ستكون فتنه فقلت ما المخرج یا رسول الله. برای حضرت علی گفت که بعد از مردن من فتنه های نهایت زیاده می آید. در روایات دیگر آمده است که فتنه های می آید که مثل یک شب تاریک هست که انسان حق از باطل جدا کرده نمی تواند. میگوید پیامبر را پرسیدم ما المخرج یا رسول الله، راهی برآمدن از این فتنه، راه نجات از این فتنه های تاریکی چیست؟ پیغمبر خدا فرمودند کتاب الله فیه نبأ من قبلکم، کتاب خداوند بهترین دستور و قانون، بهترین راه هدایت برای تو هست که از فتنه دور میشوی. این قرآن دارای صفات زیاده دارد. از جمله پیامبر میفرماید کتاب الله فیه نبأ ما قبلکم، این کتاب پروردگار شما هست که شما را از این فتنه دور میکند. در این قرآن خبری امتان گذشته، پیامبران گذشته با امتانشان در این قرآن هست. شما از قصه های اونها عبرت میگیرید. و خبر ما بعدکم، حضرت میگوید که حتی خبرهای آینده از جمله روز قیامت و علامتهای قیامت در این قرآن هست. به خواندن معنای قرآن و تفسیر قرآن شما می توانید که از راه فتنه دور شوید. و حکم ما بینکم، پیغمبر میگوید که این قرآن در بین شما یک حاکم هست که دیگر نمی توانید که یک انسان از ظلم نماید. حکم قرآن خود عدل است. و هو الفصل لیس بالحزم، این قرآن کتابی هست که حکم کرد حکم او باید جاری شود، این بازیچه نیست. حکم قرآن حکمی هست که از بالای آسمان هست. اگر عالم و قاضی و مفتی بر این قرآن حکم کرد دیگر هیچ کس حقی تغییر دادن این حکم ندارد. حضرت می فرماید من ترکه من جبار قسمه الله، کسی اگر از متکبری و از سرکشی حکم خدا و حکم قرآن اگر می پرتاید خدا او را سرنگون می کند، خدا گردن بالای او را در زمین می زند. این سخن پیغمبری ما و شما صلی الله علیه و سلم است. و من ابتغى فی غیره الهدایت اضله الله، پیغمبر میگوید که اگر کسی که راه هدایت از غیر قرآن میجوید، مثلا در تورات میجوید یا در انجیل میجوید یا در کتاب بعضی از نویسنده ها میجوید و راه هدایت و راه صلح و راه عدالت و راه مستقیم و راست در این قرآن نمیجوید، پیغمبر علیه السلام میگه که او انسان گمراه است و گمراه میشود. در دوامش میگوید و هو حبل الله المتین، این قرآن یک ریسمانی مستحکم پروردگار است
این قرآن یک راه هدایت توست. این قرآن کتابی هست که به خواندن هر یک حرفی او الله تو را اجر می‌دهد. پیامبر می‌فرماید و هو الذکر الحکیم، این قرآن ذکر پروردگار است، ذکر خداوند حکیم است. به خواندن این خداوند در نامه اعمال و ذکر می نویسد. باز می فرماید و هو الصراط المستقیم، این قرآن یک راه راست است. هو الذی لا تزیغ به الاهواء ولا تلتبس به الالسنه، این قرآن کتابی است که به عمل کردن راه خودکامگی و راه پیروی کردن از خواهشات نفسانی از صدور می شود. این قرآن نمیگذارد دیگر که خودکامه باشی. این قرآن تو را نمیگذارد که شهوت از آیات قرآن پیش بمانی. دیگر این قرآن تو را نمیگذارد. پیامبر میگوید این قرآن کتابی هست که بر زبان تو آسان است. حتی غیر عرب از ملت‌های گوناگون عالم میتوانند که این قرآن مثل مردم عرب یاد کنند، بلکه بهتر از مردم عرب این قرآن یاد میکنند، زیرا این کلام پروردگار برای عالمیان است. پیامبر در دوامش میگوید ولا یشبع منه العلماء، این قرآن کتابی هست که اهل علم، علما و وارثان پیامبر از این قرآن سیری ندارند. روز تا روز محبت اونها، خواندن اونها، مطالعه اونها و تدبر در آیات قرآن زیادتر می شود. سیری در این آیه قرآن اهل علم ندارند. ولا یخلق علی کثرت الرد، علما میگویند در شرح این حدیث صاحب تحفة الاحوذی میفرماید که همین قرآن کتابی هست که اگر 100 بار هم ای را بخوانی انسان از خواندن این ملال نمی شود. این قرآن کتابی هست که اگر انسان بارها تکرارش کند دل زده نمی شود. کتاب یک نویسنده را 1 بار 2 بار انسان بخواند دل زده می شود، اما قرآن 1000 بارها می خوانند دل زده نمی شود. این معجزه الله و این قانون پروردگار عظیم و شان است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید که عجایبی قرآن و معجزات این قرآن تیار نمی شود. حتی جنها وقتی که شنیدن این قرآن روشانه نگرداندند و بروند چی گفتند؟ گفتند اینا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد فآمنا به، این قرآن کتابی هست که ما بر گوش کردن این به خدای این قرآن ایمان آوردیم، زیرا که این قرآن انسان راهی درست، راه انسانیت تعلیم می‌دهد. در دوامش می‌فرماید من قال به صدق، کسی که از قرآن صحبت می‌کند او راستگو هست، و کسی که بر این قرآن عمل می‌کند خدا او را اجر می‌دهد. و من حکم به عدل، و کسی بر آیه های قرآن بین مردم حاکم می شود، حکمرانی می کند، او از عدالت ترین مردمان هست. بعد می فرماید من دعا الیه هدا الی صراط مستقیم، کسی که به سوی قرآن مردم دعوت می کند، کسی که به سوی فهم قرآن مردم دعوت می کند، یقین بدانید که شما را به سوی راه راست دعوت کرده است. برادران عزیز و گرامی قدر و مادران و پدران عزیز و هر کسی که این نوا را می شنود، لحظه هم داشته باشید با قرآن باشید. قرآنی که دل شما را زنده می کند، قرآنی که به خواندن او الله شما را در هر یک حرفش اجر می دهد، قرآنی که خداوند به همین قرآن شما را راه راست هدایت می کند. با این قرآن باشید و هر لحظه وقتی که در مهاجرت میگذرانید با گوش کردن آیه های قرآنی، با گوش کردن سخنان پیامبر، با گوش کردن سخنان اهل اسلام بگذرانید.
برادران عزیز و گرامی قدر، این قرآن کتابی هست که اگر ما و شما هر روزه ای را وظیفه کنیم، یک صفحه هم باشد، یک آیت هم باشد، یک سوره هم باشد، اگر این را بخوانیم یا این که نمیدانیم و تعلیم میگیریم، یقین بدانیم که خداوند با همراهی پیامبران، صدیقان، با همراهی شهیدان روز قیامت ما و شما را حشر میکند. دعا کنیم که خداوند هر یکی ما و شما را اهل قرآن بگرداند، خداوند با این قرآن راه محمد برای ما آسان بگرداند. الله جل شأنه مثل اصحاب پیامبر همه ما و شما مهاجرین و جوانان تاجیک را هدایت بگرداند. خداوند در نامه اعمال هر یکی ما و شما ثواب گوش کردن این امر معروف را ثبت بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.